بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. رواه مسلم رحمه الله. حضار گرامی، برادران عزتمند، در جمعه گذشته وصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مورد آمدن فتنه های بزرگ که مؤمنا و بندگان الله سبحانه و تعالی در امتحان عظیم الله قرار می گیرند، پیغمبر علیه الصلاة و السلام وصیت کرده بود به اعمال صالح که انسان آماده باشه که کسی که دعوای ایمان میکنه در حالت راحت زندگی را تیر کرده نمیتونه، بلکه فتنه ها سرازیر میشه. فتنه هایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر ما میگه که به مثل قطعه شب تاریک. منظور است که راه را آدم گم میکنه. بس اوقات در مرحله انسان میرسه که مایوس میشه، بس اوقات متزلزل میشه، مضطرب میشه که آیا در راهی که من روان هستم این نعوذ بالله باطل نباشه. به خاطر که مصیبت ها آنقدر یکی پی دیگر سرت میآید که تو دیگه متزلزل میشی. خو رسول الله صلی الله علیه و سلم به امت خود توصیه میکنه که قبل از اینکه حالتا سرتان میآید شما متمسک به اعمال صالح باشی، ملتزم به اعمال صالح باشی. علتش است که هر قدر ایمان انسان قوی باشه، مقاومتش در برابر فتنه های بزرگ بیشتر و قوی تر است. میتونه تحمل بکنه، میتونه مقابله بکنه، میتونه در برابر همچون فتنه ها استادگی بکنه و مایوس نشوه. از او خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم توصیه آمادگی را برای مؤمنای واقعی و مخلص کرده که در مقابل همچون فتنه ها قرار میگیره. از این برای ما واضح میشه که فتنه ها سرازیر میشه. من امروز در مورد یک فتنه گپ میزنم. او فتنه غربت است، فتنه ناشنا بودن مسائل دین، فتنه ناشنا بودن یک مؤمن. به خاطر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبلا خبر داده و او صادق المصدوق است. سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم حق است، در او دروغ نیست. چیزی که گفته او حتما واقع شده نیست. ابی هریره رضی الله عنه می فرماید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: بدأ الاسلام غریبا. این حدیث تقریبا از 13 صحابه نقل شده. حتی بعضی از محدثین قائل به است که در حد تواتر است.
پیغمبر علیه السلام میگه که اسلام ظهور و آغازش در حالت غربت شده. سخنی که اسلام شروع میکرد به پیش مردم بسیار عجیب و غریب بود. این حدیث خوب تشریح میکنیم که ما دوچار همچو حالتا هستیم. بسیار مهم است برای ما و شما، برای کسی که واقعا عقیده حق پذیرفته در بین مردم قلیل قرار داره، خیلی کم است. نماز یزید پیش مردم غریب و ناشنا معلوم میشه، سخن یزید پیش مردم غریب و ناشنا معلوم میشه، حرکت و اخلاق یزید غریب و ناشنا معلوم میشه. مردم تعجب میکنه این از کجا آوردی؟ از او خاطر ما باید بدانیم، بفهمیم که در همچه حالت غربت این برای ما مصیبت است یا نعمت. آیا امیطور حالت سری صحابه رضی الله عنهم آمده بود یا نه؟ چه قسم توانستن این غربت جواب بگویه؟ در فتنه غربت هم واقع شده بودن و چه قسم عبور کردن از این فتنه؟ بعد از او چه وقت مسلمانان در حالت خواب رفت که غربت دیگه پیدا شد و چه قسم میتونیم که ما از او غربت خود بکشیم و عبور بکنیم؟ مثل که آلی حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالکل صادق است و فی الحال آمده به پیش مردم توحید الله سبحانه و تعالی، موضوعی که از چشم روز که در روشن است به پیش مردم ناشناست. چرا؟ کسی که کل عمر خو گرفته باشه، حاجت روای خود قبر دانسته باشه، وقتی تو را دعوت میدی که نه حاجت روا الله سبحانه و تعالی سی، برش بسیار تعجب آور است. و برای تو میگه یک مولای دیگه، یک شخصی دیگه گپ نمیزنه، تو آمده ای؟ غریب است، ناشنا است برای مردم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقشه میده برای ما، به شرطی که ما نقشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دنبالش باشیم، به شرطی که ما واقعا به هدایات و توجیهاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کامیابی ما، برای سعادت ما پیش کرده او را تعقیب بکنیم، دنبالش باشیم، واقعا ایره برای خود افتخار بدانیم. به خاطر ازی که از روزی که آدم علیه السلام پیدا شده مقابله در بین حق و باطل ای دوامدار است. الله خود امر میکنه، امر تکوینی است. قل نهبطا، ما گفتیم پایین بروی، بعضکم لبعض عدو، بعضی از شما از برای بعضی دیگران دشمن است. ابلیس لعین در همچه حالت از الله سوال میکنه. بسیار واقعاتی که قرآن بیان میکنه به انسان درسای عظیم است، اما این مردم ما از همچه واقعات هم درس نمیگیره. ابلیس لعین در همچه حالتی که الله سبحانه و تعالی را طرد از رحمت خود میکنه، از رحمت خود میرانه، مایوس از رحمت الله نیست. دمی فرصت هم از الله سوال میکنه که برای من مهلت بده تا وقتی که قیامت قایم میشه. چالاکی ایره میگه که میگه قیامت قایم شوه، اول وقوع مردم که از قبرها زنده میشه تا او وقت من زنده باشم. اما الله سبحانه و تعالی تا وقت مهلت نمیده، لیکن وقت معلوم، تا زمانی که انسانیت در روی زمین است ابلیس لعین هم هست و به خاطر امی است که مقابله باشه. قرآنی گپ بر ما گفته، ما را بیدار ساخته که تقابل وجود داره در بین حق و باطل، ای از بین نمیره. الله قادر مطلق است، میتونه لشکر کفار در یک لحظه، در یک گرب زدن چشم ما کلش از بین ببره، یکیش هم باقی نمانه. الله سبحانه و تعالی میتونه جبران کل گیر مومن بسازه، اما حکمت الله سبحانه و تعالی تقاضای ایره نکرده. کدام مرتبه و معیاری که الله برای فوقیت تو، درجه تو، امتیازی تو مقرر کرده، او وقتی به دست میایه که تو امتحان بدی در میدان که واقعا تو شخصی بودی که همه امور پشتی سر گذاشته بودی، دین الله را ترجیح داده بودی، هیچ چیز از دین الله که در پیشت محبوب نبود. رضای الله سبحانه و تعالی فوق بود از همه رضاها کرده.
محبت الله فوق بود از همه محبت ها کرده. تسلیمی به حکم و فرمان الله فوق بود از همه فرمان و حکم ها کرده. و تا وقتی که اینمی گپ یقینا در عمل تطبیق نشوه مؤمن هم شده نمیتونیم. این گپ عادی نیست. یک کسی که دعوای ایمان نمیکنه بعد ایره در تثبیت برسانه که بله در این طور میدان ها ما باید ایمان خود تثبیت بسازم. از او خاطر سلسله تقابل از او زمان شروع است. رسول الله صلی الله علیه و سلم بچه یتیم است. کسی کوی خیلی زیاد در پشت سر نداره، قومی خیلی قوی باشه. الله سبحانه و تعالی را ببینه که دعوت از دست کی آغاز میکنه. شخصی که خیلی قوت و قدرت داشته باشه به دستی از او شروع نمیکنه. او را پیغمبر نکرده که از اول 1000 نفر فوج داشته باشه به زور و بازو مردم دعوت کنه که بیای مسلمان شوی یا میکشیم تانه. نه، آغاز دعوت دین توسط یک یتیم میشه که حتی پدر وجود نداره، برادر وجود نداره، کس و کویی که او غمخوری خیلی نزدیک باشه نیست، خیلی کم، کاکاست، باباست، بعد از او دست کاکا باقی میمانه. یکی از حکمت ها امی است که به دنیا نشان بده که دین اسلام دین فطرت است، دین تعقل است، دین منطق و استدلال است، دین اخلاق و روش انسانیت است، دین جنگ نیست، دین خشونت نیست، دین قتل و قتال نیست. اگر الله سبحانه و تعالی دین برای قتل و قتال روان میکرد از ابتدا، پیغمبر در این طور یک مجموعه پیدا میکرد که لشکر قوی میداشت و او کسی که دعوت پیغمبر قبول میکرد او در زیر شکنجه نمی آمد، او آزار و اذیت نمی یافت. اما آغاز دین از کجا شروع میشه؟ که کسایی که گرویدی دین میشه به اندازه شکنجه میشه، به اندازه آزار و اذیت میبینه که هیچ حد نداره. آیت قرآن کریم است، آیت تلاوت کردیم. قرآن ما را آگاه میسازه، ما را بیدار میسازه، ما را آماده میسازه، برای ما درس میده، برای ما تعلیم میده مومن چه قسم باشه، کی میتونیم که به جنت داخل شویم، کی میتونیم امتیاز بگیریم، کی میتونیم ایمان خود واقعا تثبیت کنیم. الله میفرماید ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، شما گمان داره که در جنت داخل شوی مفت و جفت، هیچ نوع در امتحانات قرار نگرفته باشه، فتنه های متنوع سرتون نآمده باشه، تمیز حق و باطل نشده باشه، مجاهد مخلص مؤمن مطیع و فرمانبردار از منافق کرده، از مذبذب کرده، از مرتد کرده جدا نشده باشه؟ کلا قطعا نه. این فرمان الله سبحانه و تعالی است برای ما. ولما یأتکم مثل الذین، تالی را نامده برایتون مثال او کسانی که خلو من قبلکم، از شما پیش تیر شده. به این فکر است که اینطور حالت باشه؟ کلا قطعا نه، اینطور شده نمیتونه. حالتا سختتر می آید، بزرگتر می آید، عام می آید. آیت برای ما چی میگه؟ وقتی که قرآن برای ما میگه که مثل حالتهای مردم سابق سری شما نامده در جنت داخل شوه، نه، این گپا باید بیاید. مثل امتهای سابق امطور حالت سری شما بیاید. امتهای سابق چطور بود؟ مستهم البأساء و الضراء، حالتهای خیلی سخت از جنگ و مبارزه و مقابله سرشان آمده بود، تکلیفای بدنی برشان آمده بود، تکلیفای ناداری برشان آمده بود، حالت خیلی دشوار و سخت سرش آمده بود. یک طرف مقابل، یک طرف تو در حالت قرار بگیری که حتی نانی تا پیدا کرده نمیتونی، اما دشمنت دالای نیروی خیلی قوی باشه. امروز هم همینطور میبینیم. دنیای کفر ببینی صاحب بم اتم است، صاحب اسلحه کیمیایی است. هر اسلحه‌ای که وا جور میکنه اولین میدان امتحانش ممالک اسلامی است. و تو در بیگا و سبا نان پیدا کردن نمیتونی. کاش که ما با اینمی حالت ایمان قوی مثل صحابه رضی الله عنهم می داشتیم. کاش که ما دمی طور حالت واقعا سر دین خود
معلومات کافی می داشتیم که دین چی است، هدف دین چی است، هدف زندگی ما چی است. فرق او زمان و این زمان است که اونجا صحابه می دانستن قدر دنیا را، منزلت دنیا را، منزلت آخرت، می دانستن مرگ چیست، می دانستن ارزش زندگی چیست، می دانستن قربانی دادن در ایران چه فضیلت داره. اما امروز ما به اون مستوا قرار نداریم. امروز ما آنقدر در حالت تاریکی قرار داریم که معرفت الله سبحانه و تعالی سر ما پنهان است، که ما الله را بشناسیم که الله کدام ذات است. از او خاطر حالت ما قطعی و حالت از او خیلی فرق میکنه و میایه انشاءالله تشریح میکنیم. مشکل ما همینجاست که ما محض مؤمن تذکیره‌ای شدیم. در تذکیره ما در دین اسلام نوشته است مؤمن میراثی هستیم. پدر و مادر را دیدیم که به مو شکلی که وضو میکنه امو شکل یک وضو را ما بکنیم، امو شکلی که نماز میخوانیم امو شکل نماز بخوانیم. دیگه معلومات نداریم که اسلام کدام دین است و چی مزایای داره. آیا قابل ازی است که آدم سری خود قربان کنه؟ آیا قابل ازی است که کل فامیل برای دفاع اسلام، برای احیای اسلام شهید شود؟ ارزش ازی را داره؟ آیا ارزش ازی را داره که کلی زندگی خود انسان قربان کنه؟ حکایات صحابه، واقعات صحابه را مطالعه بکنی که صحابه چه قسم فهمیده بودن، از اسلام چی برداشت داشتن، چی ارزشی به اسلام قائل بودن. جان خود، مال خود، اولاد خود خوش به ای بودن که زود قربان شود. در او طور حالت ما و شما قرار نداریم. از او خاطر است که امروز ما سخت در تذبذب قرار داریم، سخت در اضطراب و پریشانی قرار داریم، سخت در تزلزل قرار داریم. هر طرف میبینی به جز از مصیبت مسلمان دیگه امر مشاهده نمی کنی. خب باید ما آماده باشیم. ما باید شاگردان کتاب الله، ما باید شاگردان آیاتی که الله برای ما تعلیم داده باشیم. اگر ما همینطور دور زندگی کردیم از دین، زود شکار میشیم، زود منحرف میشیم، مسیر قطعا ترک میکنیم. ترک کردیم، دور و سر ما یک کمی مصیبت آمده نعوذ بالله دشنام به الله میدن. دیگر چی میکنی؟ اولادی و وفات میکنه دشنام به الله میده و خدا خدایی چپه شوه نعوذ بالله. همینطور میگن. ما به اون حالت قرار داریم. شکایت ما از کجاست؟ شکایت ما عزیز که با او کتابی که ما را الهام میده، ما را تعلیم میده، ما را تربیت میکنه، با او رابطه و علاقه نداریم. صحابه رضی الله عنهم حافظای کل قرآن کریم خیلی کم مردم از صحابه بود. بسیار کم صحابه بود که حافظ کل قرآن باشه. چرا؟ صحابه یک آیت میخوان تا وقتی که او را در زندگی خود تطبیق نمیکرد آیت دیگه انتقال نمیافت. قرآن چراغ زندگی خود قرار داده بود. تصدیق داشت که این آیت برای ما توجیه میده، این آیت مرا به هدف میرسانه، این آیت مرا تربیه میکنه. اما ما امروز ماشاءالله هر روز شما میبینی مسلم دعاواری گل ده گردن حافظای قرآن انداخته میشه. در فلان مدرسه 100 شاگرد دستاربندی کرد. دستاربندی چی نکرده؟ فقط در فاتحه خوانی نشسته، فاتحه خوانی نشسته آیت میخوانه به خاطر از اینکه پسانتر در پاکتک یک چند روپه برش داده شوه. امروز کتاب الله به این خاطر خوانده نمیشه که کتاب الله چی درس برای ما میده، به این خاطر خوانده نمیشه. به میلیون ها حافظ قرآن داریم، به میلیون ها. اما کسی که درک واقعی آیت قرآن داشته باشه به الله قسم در بین علما خیلی کمتر پیدا میشه. در بین علما دیگه شو بگذار، عوام بگذار که حقیقت آیت قرآن درک بکنه. نیست، وجود نداره، وسیلهش وجود نداره. یک چیزی به دست وقتی میاد که امکانات و وسایلش برابر باشه. ما یک مدرسه برای تخصص قرآن نداریم. کل افغانستان یک مملکت اسلامی برش گفته میشه.
ملت خودم میگه ما مسلمان هستیم. ما از ملت سوال میکنم یک مدرسه تخصصی قرآن داره؟ یک مدرسه رو در کلی افغانستان برای من نشان بده. یک مدرسه که تخصص تفسیر بکنه، یک مدرسه برای من نشان بده به سطح حکومت. 15 شرعیات داریم، خب برای تخصص تفسیر چیزی نداریم. هر استاد در 15 شرعیات 4 دانه مقاله را از 4 کتاب جمع میکنه، او را کتاب خود معرفی میکنه. خوش به ایسته که من اینی قدر به شاگرد به جای از اینکه حواله بدیم به او شاگرد که فلانی کتاب مراجعه بکو، اونجا علم است، اونجا علم است. تو امروز تحقیق تا بکو، این قدر خود برابر کو که او کتاب مطالعه کرده بتونی. در امت اسلامی تو علما موجود بود الحمدلله. امروز اگر تفاسیر قرآن کریمه گپی کدام در روی زمین ورقش حوار کنیم شاید که کل روی زمین بگیره. این قدر تفاسیر سری قرآن کریم وجود داره، اما در میدان عمل هیچ چیز نیست. در میدان تطبیق هیچ چیز وجود نداره، قطعا نیست. خوش هستیم. یک حکم کتاب الله کجا تطبیق میشه؟ شما باور به الله سبحانه و تعالی بکنه. بس اوقات ما از دستی که مردم مراجعه میکنه زن خود 3 طلاق داده، پیش ملا مراجعه کرده، ملا واضحه پس میگه 3 طلاق واقع شده، حال 1 را داری علاله. باز چی میکنن؟ آدرس میده، 1 را وجود داره، پیش فلانی مولایی برو. ما ایران میمانم که یا الله این احکام تو برای چی برای ما روان کردی؟ آیا مذاق فکر میکنیم این احکام یا الله؟ احکام الله برای چی است؟ 100 مرتبه زنی خود طلاق داد، از خانه کشیده، 100 مرتبه برش قور و مادرم هستی، 100 مرتبه زنی خود نعوذ بالله لعن کرده، در پیش مخلوق گفته که 1 و 2 و 3 دیگر روز داده، باز زنیش است، باز زنیش است. از کتاب الله به چی اندازه دور شدیم؟ امروز تطبیق دین غریب شده. از کی بنالیم؟ در کجا برویم؟ چی بکنیم؟ ولی سر ما تعالی را به او حالتی که سر امتای سابقه آمده بود نامده. ما شخصیت خود از دست دادیم، غیرت خود از دست دادیم. دین مین پیش ما اهمیت نداره، دنبال مصلحت‌های شخصی خود میگردیم. قدر و قیمت متاع دنیا برای ما بسیار ارزش داره از اینکه دین پیش ما ارزش داشته باشه. الله میگه مستهم البأساء و الضراء. امتای سابقه تکالیف برش رسیده بود تا چی اندازه را؟ تا چی اندازه را؟ مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا. الله اکبر. تو گوی کل زمین سری از جا همینطور میلرزه، حتی نمیگذاره که 1 دقیقه استاد شده بتونه. وقتی که زمین در حالت شور خوردن باشه یا موتر جق میخوره، تو هر قدر خود محکم میکنی نمیشی. امتای سابقه در اینطور مصیبت ها مبتلا شده بودن که حتی توان استاده شدن نداشت. پیغمبر و مؤمنان میگفت حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. یا الله دیگه ای چاره برای ما باقی نمانده. پیغمبر و مؤمنان میگفتن به الله عاجزی میکرد، دعا میکرد که کی است نصرت تو؟ نصرت تو برای ما کی است؟ متى نصر الله، نصرت الله کی است؟ اینطور حالت سر ما آمده، اینطور حالت سر ما آمده. 2 روز گوشت خریده نمیتونیم، رفتیم از بانک سودی قرض گرفتیم. 2 روز کالای خوب خریده نتونستیم، در دفتر کافر نوکر شدیم. وظیفه جاسوسی را گرفتیم، وظیفه ازی را گرفتیم که فقط مسلمان آزار و اذیت بدیم. ما در کدام فتنه برابر شدیم که باز بگویم حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله؟ الله سبحانه و تعالی به همچه حالت پس آواز داده، دید، امتحان کرد که بنده ها واقعا بنده است.
در زندگی خود ثابت ساختن ایمانی خوده، واضح ساخت ایمانی خوده. مختلف مشکلات سرش آمد اما تن نداد که به مشکلات تسلیم شود، نعوذ بالله راه انحراف ده پیش بگیره. نه، این مردم کامیاب شده. این وقت است که الله میگه الا ان نصر الله قریب، خبردار که نصرت الله نزدیک است. خبردار. الله اکبر. خباب ابن ارت رضی الله عنه تصویر تکلیف بر ما پیش میکنه در زمان خودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خباب ابن ارت رضی الله عنه میگه ما شکایت کردیم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم تکیه زده بود به امرای چادر خود در سایه کعبه. گفتیم یا رسول الله الا تدعونا الا تستنصرونا، آیا برای ما دعا نمی کنی؟ آیا برای ما نصرت طلب نمی کنی از الله سبحانه و تعالی؟ ما خود دیگه توان باقی نمانده. الله اکبر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشست، تکیه زده بود، خود برابر کرد. چی رقم خود برابر کرد؟ اولی چی میکنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم؟ فقعد الرسول صلی الله علیه و سلم، پیغمبر علیه السلام نشست. به می صحابه که تنگ آمده، شکنجه شده، آزار دیده، اذیت دیده، چاره برش باقی نمانده، دیگه حوصله باقی نمانده، از پیغمبر علیه السلام طلب دعا میکنه که برای ما چرا دعا نمیکنی؟ برای ما چرا از الله نصرت نمیخوای؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشست و قال لقد کان یؤتی بالرجل، یقینا بود در زمان سابق شخصی آورده میشد، یک شخص آورده میشد که مسلمان بود، مؤمن بود، ممن کان قبلکم، از او جمله کسانی که پیش از شما تیر شده در امتهای سابقه. فیحفر له فی الارض، برای از او چقوری کنده میشد در روی زمین. فیوزع المنشار علی فوق رأسه، اره در سری تاراق سرش گذاشته میشد. فیفلق فلقتین، پرچه میشد، یعنی توته میشد، دو توته. اره از بالا اره میکرد تا زیره که یک طرف بدن یک طرف میفتاد و طرف بدن دیگه طرف میفتاد. و یمشط بالمنشار، چه بیمشاط الحدیده، توسط شانه های آهنی گوشتای از یا امیتور تراش میشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ما بین لحمه و عظمه، توسط شانه های آهنی در بین گوشت و استخوان یا امیتور شانه میشودن که گوشتا امیتور کنده شوه. ما یصرفه ذلك عن دین الله، نمیگردانید اینمی تعذیب، اینمی شکنجه، اینمی سختترین تعذیب او آدم از دین الله نمیگردانید. استوار باقی مانده بود. این حالت سرش می آمد اما از دین الله بر نمیگشت. بعد از او رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ یعنی امتهای سابقه در این حالت رسیده بودن، در این حالت شما نرسیده و دیستی تقاضا کردی که نصرت الله سبحانه و تعالی ورخطا نشوی. والله قسم به الله لیتمن الله هذا الامر، الله این امر یعنی امر دین پورا میکنه. حتی یسیر الراکب، تایی که سفر میکنه یک آدم سوار من صنعاء الى حضرموت، از مرکز یمن تا حضرموت، امین مسافه و ابی دشت و بیابانا را منزل میکنه. یک آدم سوار لا یخشا الا الله، نمیترسه غیر از الله، دزد، کسی ظالم، هیچ کسی نه. و الذئب الذی علی غنمه، از امو گرگ میترسه بالای رمی خود، دیگه ترس باقی نمیمانه. حدیث، در این حدیث برای ما چند درس شد؟ صحابه بسیار تکلیف دیدن، رنج دیدن، شکنجه را دیدن،
اگر ما به حکایت صحابه تنها شکنجه که بلال رضی الله عنه دیده، شکنجه که امی خباب ابن ارت رضی الله عنه دیده، شکنجه که دیگه صحابه‌ای که منزلت قومی در بین نداشتن و ایمان می آوردن در کدام حالت تیر می کرد، اطور حالت سری از او آمدن. یا آیا امو شخصا، امو مردما دین خود گذاشت تسلیم شدن؟ سردمدارای قریش برش می گفت که لا اقل نعوذ بالله. عبدالله رضی الله عنه یک صحابی است، عبدالله ابن دخینه، در کشتارگاه آوردش، عالمی کشش برش میگه که چطور بود برای کسی تو کشته میشی که اگر اولی او در ایجا در جای تو می بود و تو در پالی اولادکایت می بودی. در اینطور موقع هیچ کس اظهار و عقیده و محبت خود کرده نمیتونه از ترس. لا اقل در تم عزیز که یا مرا اعلا بکنه، اما محبت پیغمبر ایمانی بود و در قلب داخل شده بود، در رگ و گوشت و استخوان از او مختلط شده بود. گفت به الله قسم، به الله قسم، من دلم نمیخواه که من اینجا در حالت مرگ باشم، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم یک خار در پایش بخلم. الله اکبر. در اینطور موقع دوستا را میبینین ریشا چک پتکل کرد، خیرت در فلانی دفتر کار میکنم، در نماز حاضر نیست، والا از مخو یک دو وقت نماز میره، خیرت است در فلان جای در فلان مؤسسه کار میکنم. چی کردیم ما؟ دختر در کجاست؟ زن در کجاست؟ چی میکنیم؟ والا مولی سیب نمیشه، بس اوقات در گوشتای خوگم ما برابر میشیم که بخوریم. خوب شراب مجلس هسته نمیتونیم که باب بورزیم. چی سختی سرت آمد؟ چی توقع داری؟ این دنیا چقدر هزار سال برای تو باقی است؟ و جنابی محترم و بلدنگی که جور میکنی نمیبینی که در کجا میری و لباس آخریت کدام رخت است، چقدر قیمت داره؟ نمیبینی کجا میگذارن تا؟ نمیبینی تا که ایمان فروشی باشه، تا که حیثیت فروشی باشه، تا که عزت فروشی باشه. به الله قسم ما در امتحانات سخت الله سبحانه و تعالی قرار میگیریم. نگوی لحظه لحظه امتحان الله است، فتنه ها سر ما میآید. خو صحابه رضی الله عنهم این فتنه ها را چه قسم عبور کردن، چه قسم تیر کردن؟ در جمعه دیگه انشاءالله اگر حیات باقی بود بعد از او باز ما میدانیم که چه قسم و از این فتنه ها بدر آمدن. فتنه ها سر از وام آمده بود ولی سر ما میآید. ما چی بکنیم؟ باز فتنه های ما چه قسم میتونیم تیر بکنیم؟ الله سبحانه و تعالی بکنه که واقعا وصیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بر ما میگه بادروا بالاعمال فتنا، به عملایتان مبادرت کنه پیش از اینکه فتنه ها سرازیر میشه سرتان، شما به عمل صالح توجه بکنی، به اون نزدیک شوی، او را عملی بکنی. ما خود نزدیک کنیم به دین الله، دین الله را به وجه درستش بفهمیم، در زندگی خود در صدد تطبیق دین الله سبحانه و تعالی باشیم. این در اختیار هر کدامی ما هستیم. امروز نماز جمعه است، ما میتونم که سری خود تطبیق کنم. روز جمعه است، رسول الله صلی الله علیه وسلم چی توصیه های در روز جمعه برم داره؟ سوره کهف بخوانم، درود بالای پیغمبر صلی الله علیه و زیاد بخوانم، وقت بیایم در جمعه غسل بکنم، خوشبویی بزنم، مسواک بزنم، در شانه های کسی تیر نشوم، کسی را آزار اذیت ندم. موضوعاتی است که هیچ تعلق به کسی دیگری نداره، فقط به خودی ما داره. با جای از اینکه انتقاد سری مردم بکنیم فقط متوجه به خود شویم، ببینیم که چقدر دین الله را در وجود خود تطبیق کردیم که به دین الله نزدیک شویم، عمل صالح و واقعا وصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما عملی کرده باشیم، مبادرت کرده باشیم. عزیزا واقعیت است، امیالی به می لحظه ای که در مسجد الله نشستیم به طمع از اینکه عبادت الله را انجام بدیم، نعمتی بزرگ نیست؟ نعمتی بزرگ نیست؟ میای حالتی که حتی کسی تو را به مسجد نمیگذاره که بری نماز بخون، دور داده میشی. میای دمی مسئله غربت ما و شما یکیش همی است که تو را از مسجد دور میده. چرا دور میده؟ میگه تو سنت رسول الله را عملی میکنی. نیست.
فتنه های بزرگ نیست، امیال فعلا است. خود شکر الله سبحانه و تعالی را میکشیم که همچون نعمت عظیم نصیب ما میکنه. الله توفیق عمل به ما نصیب بکنه، ما را واقعا در مقابل فتنه ها الله مقاومت نصیب بکنه. از الله عافیت سوال میکنیم، توان نداریم، تحمل نداریم، الله بر ما صبر و حوصله مندی را نصیب بکنه و الله بر ما توفیق فهم دین به امرای تطبیق دین نصیب بکنه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.